این خلبان داخل این هواپیما خوابیده در حالی که توی ارتفاع 10,000 متری در حال پروازه. سوخت هواپیما به زیر 10% میرسه و آلارم سوخت خلبانو بیدار میکنه. خلبان میبینه موتور هواپیما آتیش گرفته و به زودی با تموم شدن سوخت هواپیما سقوط میکنه. اون از فرماندهش درخواست میکنه بهش اجازه بده سیستم ضد حریق موتور رو فعال کنه، اما فرمانده این اجازه رو بهش نمیده چون با این کار موتور کاملا از کار میفته. خلبان سریع ارتفاع هواپیما رو کاهش میده تا ایجکت کنه و به بیرون هواپیما پرتاب بشه، اما اهرم ایجکت کار نمیکنه چون مکانیک هواپیما فراموش کرده پین ضامن ایجکت رو از جاش جدا کنه. در همین لحظه خلبان متوجه میشه به طور اتفاقی به باند فرود نزدیک شده. پس اون که دیگه چاره‌ای نداره سیستم ضد حریق رو فعال میکنه. هواپیما با خاموش شدن موتور به سرعت سقوط میکنه و خلبان مرگش رو جلوی چشماش میبینه. اما